تکنیک بعدی که میخوام بهتون یاد بدم چسبوندن 2 تا قطعه سنگی روی هم. ما این کارو داشتیم. میخوایم این مرغامین قشنگ رو اینجا بچسبونیم. خب چجوری بچسبونیم؟ بیا تا بگم. ببین مثلا من میخوام این اینجا فیکس شه، یه سینی خوشگل قشنگ داشته باشم. بچه‌ها از این چسب دوقلوها میتونید استفاده کنید. چسب دوقلوهای قدیمی یادتونه؟ یکیش آبی بود یکیش قرمز با هم دیگه مخلوط میکردیم. من خودم تا چند وقت پیش از اونها استفاده میکردم. الان ندارم بهتون نشون بدم. تا اینکه یکی از دوستان این چسب رو بهم معرفی کرد، یکی از ابزار فروشی ها. واقعا چسب خوبیه. ببین اینجوری میذارم، یه اسکرین از روش بگیرید، اگه پیدا کردید حتما بخرید. واقعا چسب دوقلوی عالیه. اسمش هم چسب فکر کنم 1000 کار است. میبینید خیلی چسب خوبیه. یعنی اینو که گرفتم خیلی ازش راضیم. شده عصای دستم. دیگه این بسته بود، گفتم بهتون نشون بدم. خودم حالا بازشو دارم. ببین بچه‌ها از اینم میریزید. خب بعد از این قول بعدیشم میریزید 50-50 درصد ترکیبش. بعد با یه خودش توش بیلبیلک داره بچه، ببینید بیلبیلک قاطی کردن داره، ولی من این بسته رو بیلبیلکش رو گم کردم مثل این که. خب قشنگ که هم زدید ورمیدارید. فقط بچه زودم خشک میشه دیگه، زود سریع سرعت عمل داشته باشید. ورمیدارید انتهای مرغ آمینتون چسب کاری میکنید. زیادم نزنید که بزنه بیرون. البته بزنم بعد از اینکه خشک میشه بیرنگ میشه، ولی خب تمیز کار کنید. خب یه چند لحظه با دستتون همینجوری فشار بدید دیگه، ولش کنید. ببرید بهش مهلت بدید 4 دقیقه. نوشته خشک شدنش، ببینید خشک شدنش 4 دقیقه‌ایه. 4 دقیقه بهش مهلت بدید تا خشک. اینم از چسبوندن 2 قطعه سنگی و هم دیگه. ببینید چه سازم خوشگل بود با این مرغ آمین گوگلی. ببینید خوشگل ترم شد. خیلی تو سنگ مصنوعی میتونید بچه‌ها خلاقیت نشون بدید. سنگ مصنوعی فقط این چیزا نیست که من بهتون یاد میدم. خلاقیت خیلی مهمه. چرا دوربین با رنگ سبز مشکل داره؟ اینقدر از دور بد نشون میده. ببینید خوشگلیشو، خیلی زیباست. تقدیم نگاهید. چسبی که بهتون معرفی کردم یا اصلا کلا چسب دوقلو اگه پیدا نکردید، چسب دوقلوی قدیمی خودمون رو بگیرید. تمام این پایه ها یا مثلا این چیزایی که اکسسوریایی که حالا روی سینی میچسبونیم، همه اینا با چسب دوقلو روی سنگ مصنوعی میچسبه. اصلا هر قطعه سنگی یا هر قطعه‌ای رو بخواید به سنگ مصنوعی وصل کنید، از این چسبی که معرفی کردم اگه بود که خیلی بهتر، اگه نبود چسب دوقلو استفاده کنید.